سلام به روی ماهتون. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. میخوای بدونی که چرا از ذهنت نمیره؟ چی باعث میشه که انقدر بیاد توی فکرت؟ اگر که میخوای جواب سوالتو بدونی، توی این انرژی خوانی همراه من باش و کلمه محبت رو هم برام کامنت کن. انرژی شما که روی این فال بیفته، من هم میتونم خیلی بهتر تعبیر کنم کارت ها رو و اینکه ممنون میشم که قلب قرمز هم برام بفرستی که این باعث شادی و انرژی من میشه. خب عزیزای دلم، اون کسی که توی فکرتون هستش و همیشه مدام بهش فکر میکنید رو توی نظرتون بیارید و 3 مرتبه اسمش رو تکرار کنید. حالا شروع میکنیم به این انرژی خوانی. شاید اینجا از صحبت هایی میگه که مدام از اون گفته میشه، صحبت هایی که روز و شب از خصوصیات اخلاقیش گفته میشه و باعث میشه که شما مرتب یادتون بیاد که همیشه کنارتون بوده، باهاش همکاری داشتید، باهاش فکر میکردید. شاید یک زمانی خواستگارتون بوده، خیلی با هم دیگه روزگار خوبی داشتید و اینجا انرژی این کارت میگه که این برای شما مثل یک اتفاق خوب بود، مثل یک موهبتی از سمت خداوند که باعث شده بودش که شما روزگار خیلی خوبی رو کنار همدیگه داشته باشین. با خودتون فکر میکردید که این رابطه، این احساسی که بین شما هست همیشگیه. فکر میکردید که دیگه هیچ چیزی نمیتونه شما را از همدیگه جدا کنه، چون بیشتر اوقات کنار هم بودین و شاید دیگه کلا خانواده هاتون هم در جریان بودن که شما دیگه رابطتون به خیلی عمیق شده و میخواید به درجه های بالاتری برسید، شاید ازدواج، شاید نامزدی، و این باعث شده بودش که باعث این میشه که شما بیشتر بهش فکر کنید. اما بین یک دوراهی، یک انتخاب شاید باعث شد که الان این اتفاق بیفته و شما یه خورده از همدیگه دور بشین و دیگه کلا این رابطه کات بشه. انرژی کارت‌ها نشون میده که شما خیلی برنامه‌ریزی خیلی عمیقی داشتید برای این رابطه و خیلی از کارهاتون هم انجام داده بودید. شاید از نظر ازدواج حتی برای خودتون تالار یا باغ یا جایی رو دیده بودید، تا این اندازه با همدیگه کاراتون رو انجام داده بودید. اما الان که به یک بنبستی رسیدید و نمیتونید راهو پیدا کنید، خیلی دارید اذیت میشید و این باعث میشه که مدام به این کیس احساسیتون فکر کنید. از دست کارت های اوراکل هم کمک بگیریم و ببینیم که اونها چی میگن. ممنون میشم که سابسکرایب رو برام زنگولش رو به صدا در بیارید و با هم دیگه ادامه این انرژی خوانی رو انجام بدیم. بله، اینجا هم نشون میده که شما برای این رابطه خیلی برنامه‌ریزی کرده بودین و همدیگر هم خیلی دوست داشتین و همیشه اگر مشکلی بین شما بوده سعی می‌کردید سریع از همدیگه دلخوریاتون رو کاهش بدین و 2 مرتبه این رابطه رو شروع کنید. ولی به خاطر یک اتفاقی، یک سردرگمی به بنبست خوردین و شاید این فکر کردنهای پی در پی شما این هست که شاید میخواد یک راهی رو پیدا کنید اما خیلی مستعسل هستید و نمیتونید. همیشه کنجکاو هستید که یک مسائلی رو برای خودتون روشن کنید، هرچند که اینجا نشون میده که خیلی قلبتون روی قلب شما فشار هست، خیلی هم ذهن شما درگیر هست و هم قلب شما، جوری که خاطرات روی قلبتون فشار میاره و ذهنتون هم مدام درگیر هست. چون اینجا میگه که
کلا حرف این کیس احساسی شما که الان رابطتون با هم دیگه یه خورده‌ای به مشکل خورده، حالا یا شاید با هم کات کردین، حرفش همیشه هست توی خانواده، حرفش همیشه هست و خوبیاش همیشه گفته میشه. کسی بوده که همه قبولش داشتن، کسی بوده که از خواسته هاش میدونسته، کسی بوده که با فکر و با برنامه ریزی جلو میرفته و نبوده که بخواد کاری را سرسری انجام بده. اینجا میگه که این اتفاق باعث هم رنج جسمی شده برای شما، هم از نظر روحی روانی شما رو دچار آزار کرده. جوری شده که دوست دارید که از این فضا خودتون رو نجات بدید، دوست دارید که خیلی زود خودتون رو خلاص کنید و بتونید از این فکر و نگرانی خودتون رو در ببرید. با همدیگه بریم سراغ کارت های تاروت و ببینیم که کارت های تاروت چی میخوان بگن. بله، اینجا نشون میده که شما خیلی ناراحت هستین و بسیار حالت شکست خورده و غم و اندوه زیادی روی دل شما هست. به خاطر همین مدام فکر میکنید، دوست دارید یک دفعه دیگه باهاش صحبت کنید، دوست دارید حرفاتون رو بهش بگید و شاید شما رو زود قضاوت کرده، شاید نذاشته بشینید و اون علت این اتفاق رو بهش بگین. خیلی دوست دارید که براتون یه زمانی رو بذاره و مثل کسی که محکوم هست و نمیتونه از خودش دفاع کنه، الان دوست دارید که یک زمانی برای دفاع به شما داده بشه. بعضی اوقات توی فکرتون هست که خودتون برید سمتش و باهاش صحبت کنید، چون که نمیتونید فراموشش کنید، نه اینکه میتونید بدون اون زندگی کنید، چون همیشه فکرتون درگیرش هست و دوست دارید برید به سمتش، چون از تمام اون کارها و تمام اون ایدئال هایی که شما داشت توی فکرتون بوده، کیس احساسی شما داشته، از نظر زیبایی، از نظر موقعیت مالی، از نظر تمام اون المان ها رو داشته و انسان خیلی موفقی بوده. شاید اینجا نشون میده که شما گول یک حرفی رو خوردین، گول یک شایعه رو خوردین. شاید کسی خبری رو به شما رسون که نباید به حرفش گوش میکردین و همین باعث این اتفاق شد و این رابطه به اینجا کشید. خودتون هم احتمالاً میدونستید ولی خیلی با عجله تصمیم گرفتین و اون شانس و اون موقعیت خیلی خوبی که توی زندگیتون بود رو تا یه حدودی از دست دادین. اینجا نشون میده که انرژی این کارت نشون میده که کسی به شما این خبر شاید دروغ یا این شایعه رو به شما داد که خیلی حسود بوده و به این رابطه خیلی حسادت میکرده. کسی بوده که یک جورایی دوست داشته که طرف شما رو برای خودش داشته باشه، حالا یا خانم یا آقا فرقی نمیکنه، ولی اینجا نشون میده که این خبر بد از سمت کسی بوده که رقیب بوده. حالا شاید شما اصلا نمیدونستین، اما اون باعث این اتفاق ها شد و این باعث این پریشون احوالی ها شده برای شما و طرف مقابلتون. این کسی که اومده این دروغ رو به شما گفته، این شایعه رو گفته، باعث شد که این مشکلات به وجود بیاد که شما اینقدر حال روحی و از نظر غم و غصه شما بسیار الان حال بدی داریم و این باعث میشه که همیشه فکرتون درگیر باشه، همیشه فکرتون دچار سردرگمی بشه. از کارت های خدایان عبری کمک میگیریم و ببینیم که آخرین کارت ها میندازیم و ببینیم که چه راه و چاره‌ای به همون نشون میده. عزیزای دلم ممنون میشم که با لایک و کامنت ازم حمایت کنید، سابسکرایب هم حتما زنگولش رو به صدا در بیارید.
اینجا کارت ها میگه که انرژی کارت ها میگه که بهتره که کمک بگیرید. خدایان عبری توی این کارت ها میگه که میتونید از چند نفر کمک بگیرید برای برگردوندن کیس احساسیتون، چون اینجور که این نشون میده اون هم داره به شما فکر میکنه و فکر هر دوتاتون در شاید خودتون تنها نتونید این مشکل رو برطرف کنید و دلش رو به دست بیارید. بهتر از کسانی کمک بگیرید تا این رابطه برگرده. اون هم به شما فکر میکنه، اون هم توی ذهنش شاید از خدای خودش 2 مرتبه میخواد که این رابطه 2 مرتبه برگرده، چون با شما خیلی آرزوها داشته، خیلی فکرها با خودش کرده بوده و الان که توی این موقعیت قرار گرفته دوست داره که از سمت شما خبری بشه. برای همین کمک از سمت اینجا نشون میده، کمک از سمت خانواده، از سمت مادر یا از سمت کسی که قابل احترام هست و تجرباتش رو شما قبول دارید، میتونید از اون کمک بگیرید که باعث نجات این رابطه بشه و 2 مرتبه احیا بشه این رابطه. اینجا آخرین کارتو که دیگه انرژیشو بخونیم میگه که برای شما راهی از سمت کائنات باز میشه، برای شما موفقیت هست، پیروزی هست و اون چیزی که میخواید براتون به وجود میاد. میبینید که شاید اینجا الان نشون میده که شما روی یک لبه خیلی باریکی هستین و خیلی تعادل برقرار کردن خیلی سخت، اما کمک خداوند متعال همیشه شامل حالتون هست، کمکتون میکنه که بتونید اعتدال رو برقرار کنید و بتونید با کیس احساسیتون 2 مرتبه صحبت کنید، از دلش دریارید و تمام این غم و غصه ها به پایان برسه. خیلی خوشحال شدم از این انرژی خوانی، خیلی برای خودم هم جذاب بود. خیلی خوشحالم که همیشه کنارم هستید. دوستتون دارم. شهرزاد همیشه منتظر لایک و کامنت های پر از عشق و علاقه شما هست. به خدای مهربون میسپارمتون. عزیزای دلم، خدا نگهدار.